سلام، روزتون بخیر. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ خوبین الحمدلله. خانواده خوب هستن؟ اگه از احوال رادیو پیک جویا باشید ملالی نیست جز دوری شما. میخوام یه قلک بسازم از دلم، حواسمو جمع کنم و یه روزی به وقتش که پاشو بشکنمش و آبروی عشقو بخرم. آقا یه لحظه این قلک دلتو نشکن تا من یه افشاگری بکنم از خودم که دیروز ما برنامه رو به صورت کاملا مرده ضبط کرده بودیم و داشتیم میرفتیم برای میکس و مسترینگ که یه دفعه خبر اومد که آقا مناظره زنده شد. هیچی، آقا برگشتیم یه خبر فوری ساندویچ کردیم وسط رادیو، ولی خداییش یه جوری گفتن که مناظره ها زنده شد که انگار خرمشهر آزاد شد. لابد اگه امامشون هم بود میگفت مناظره ها رو خدا زنده کرد. خداوند انشاءالله همه ما رو آدم کن. بابا مناظره ها که همیشه زنده بوده، خودشون کشتنش، بعد حالا که دوباره زنده شد انگار که معجزه شده. حالا اینایی که خوشحال شدن که زنده شده دقیقاً میخوام بدونم از چی خوشحال شدن. مثلا توی این مناظره ها ارزونی میارن، تورمو برمیدارن، کار ملت رو به راه میکنن. بابا یه مش اراذل و اوباشن که هر کدوم یه ور عبای عظما رو برداشتن میکشن دیگه. خلاصه وضعیت داغونه. دلم بدجوری داغونه داغونه داغونه، دارم دل شوره میگیرم. گویند حاکمی بودندی دیکتاتور و زورگو، البته نه به اندازه جمهوری اسلامی. هر ماه مالیات و باج و خراج را بیشتر می کردندی و به مردم ظلم بیشتری روا می داشتندی. اسیدپاشی و گازنبوری و اعدام هم که رو شاخش بودندی. کم کم مردم هوشیار شدندی و همانا به کوچه و برزن آمدندی و اعتراض کردندی، در حدی که جماران به لرزه افتادندی و بیت رهبری حاکم خودش را کردندی. حاکم وزیری داشت باهوش که برای خروج از آن برهه حساس کنونی به نزد حاکم آمدندی که آقا جانم به فدای چفیه همایونیت، دستوری بده هر گونه خاراندن خود را بین مردم ممنوع کردندی. حاکم ولایت مدار پرسیدندی که خاراندن چه ربطی به اعتراضات مردمی دارندی؟ وزیر گفت تو دستور بده بقیهش با من. حاکم همان که وزیر گفت قانون کردندی و از آن پس هر که خود را خاراندندی مجرم شناخته و روانه محبوس اوین شدندی. چند صباح بعد مردم اعتراض کردندی که بابا این انگشت خودمونه، اینم پوست خودمون، اختیارشو چرا نباید داشته باشیمندی؟ خلاصه عده‌ای در فضای مجازی کمپین خارش یواشکی راه انداختندی. پس از آن حاکم دستور داد که خارانیدن آزاد است و عده‌ای بسیار خرسند شدندی که به به آزاد شدیم و یک عالمه حس آزادی و دموکراسی و جونم ولی فقیه به آنها دست دادندی. اما گور پدرت کردندی که فکر کنی با این کارات ما همه جنایت ها و دزدی ها و دروغ ها رو فراموش میکنیم و مطمئن باش که هیچ کس رأی نخواهند دادندی. ولی من رأی نمیدم خر نمیشم، با یه پوف این ور و اون ور نمیشم. ولی من رأی نمیدم خر نمیشم، با یه پوف این ور و اون ور نمیشم. آقا میگن یه سری اعتراض کردن به رد صلاحیت هاشون، بعد آیت الله نمیرالدوله جنتی پاسخ اعتراضات رو بسیار شفاف و روشن و واضح دادن. توجه شما رو به اظهارات ایشون جلب میکنم. امثال اینا با نداریم 18 تیر 20 به جمر چند تا شما منظره وقتی آدم دستور او و به نظر او و برای رضایت سیاه برای منابع این من با قرآن انصافا سفر در همون زمان نوجوانی و جوانی زمانی ما میخواید بگید ما بگیدون بدیم در جنگ 22 روزه جنگ درس شما هستید که
اسرائیل چرا شعور نداری؟ ما که نفهمیدیم چی شد. هر کس فهمید یه SMS به ما بزنه. ولی خب ما اینو بگیم اینجا، مناظره‌ای که غرضی توش نباشه مرده و زندهش واسمون فرقی نداره. از ما گفتن. نظر شما چی آقای غرضی؟ اساس مامانله جو مرقرات پا، یعنی تو این وهله من عقب نشینی نمی‌کنم. خب آقا بریم سراغ ستاد انتخاباتی آیت الله قتل عام آبراهام دراکولا. هنوز هیچی نشده ایشون شدن رکورددار عزل و نصب در چند ساعت. 9 صبح جمعه میرکاظمی رئیس ستاد بود. 12 شب میرکاظمی عزل شد، زاکانی شد رئیس ستاد. دوباره 9 صبح شنبه زاکانی عزل، 12 شب نیکزاد رئیس ستاد. آقا یکی به ما بگه این ستاد انتخاباتیه یا چراغ راهنمایی رانندگی؟ همینجوری حکم اعدام صادر میکرده که اونجا هم رکورد زده دیگه. بابا فقدان سابقه مدیریتی یعنی همین که توی 2 روز 4 تا رئیس ستاد عوض کردی. فردا هم اگه رئیس جمهور باشه هر 24 ساعت 6 بار کابینه عوض میکنه. یه توصیه دارین به این رجال دجالی که تایید صلاحیت شدن. آقایون صلاحیتاتون رو بزنین تو نایلون، بکنین تو فریزر و یخچال. آخه ما از شورای خرفتان رهبری پرسیدیم که داداش این احمدی نژاد که رد صلاحیتش کردین مگه همونی نبود که 8 سال رئیس جمهور بود و 4 سال پیش تایید صلاحیتش کردین؟ خب چرا پس؟ جواب اومد که صلاحیت یک کاندیدا ممکنه در طول 4 سال فاسد شده باشه. بعد پرسیدیم که این محمد غرضی بیچاره رو هم قبلا تایید صلاحیت کردین، تو این چند سال هم که این پیرمرد یه گوشه واسه خودش نشسته بود خونه گلا رو آب میداد و ظرفا رو میشست و تخم مرغ نیرون میکرد، اینو دیگه چرا رد صلاحیت کردین؟ بازم جواب اومد که اینم تو این چند سال صلاحیتش بیرون بوده، فاسد شد. خلاصه با این رویه‌ای که شورای آخوندا پیش گرفته، ما به اینایی که الان صلاحیت گرفتن توصیه میکنیم صلاحیت‌هاشون رو تو نایلون ببندن، بذارن تو یخچال، بلکه تا 4 سال دیگه فاسد نشه و سالم بمونه تا راشون بدن وسط خیمه شب بازی انتخابات. این شب من بودم عضو و فینا، اگه کولی ندی به ولایت اینا، ما رد میکنیم صلاحت اینا، همه چی مون شده. بیانیه سیاسی عبادی نظامی عقیدتی احمدی نژاد و بقایی دامنشونه این ور اون ور. المقام العظمی اجعلنا من خیر اراذل و المستشهدین بین شورای نگهبان. سلام و درود بر شما عدالت طلبان و آزادی خواهان که نه عدالت دیده اید نه آزادی بیان. چنانچه استحضار دارید در پی درخواست‌های مکرر جهت رسیدگی و کودپاشی به چند تپه باقی مانده کشور اعلام آمادگی نمودیم، اما شورای خرفتان و پیرپاتالان با ما چنان کرد که ما با آنان چنان، و خدا ایشالله ازت نگذره جنتی نمیرو دوره، لااقل میذاشی یه موز برمی داشتیم. حالا که این کارو کردین ما هم با شما قهریم، همه کاندیداها هم لوبلی الاغ هستن و قر تا روز قیامت. امضا محمود و حمید و درخت. همه ما هم تفاوت داریم، 2 نفر تو ملت پیدا نمی کنید عین هم باشن غیر از من آقای مشایی آقای بقایی. خب یه سری هم بزنیم به دارالتجاره‌ای به نام شورای شهر که این عباس جدیدی تفلکی رو رد صلاحیت کردن. الان هم خیلی شاکی شده، میگن 2 تا شاخ بز گرفته دستش، همینجوری تو خیابونای تهران راه میره، با خودش حرف میزنه، تون هم از خودش سلفی میگیره و برای بقیه میفرسته. یه بیانیه هم صادر کرده، گفته خیلی نامردین دیگه، اگه بیفتین گوشه تخت بیمارستان عمرن نمیام باهاتون عکس بگیرم. شما قدر افق زاویه بدن منو ندونستین. حالا نمیدونم اون لحظه اومدم بپیچم افق زاویه بدن من چجوری شد. خب دم همگی گرم. آقا ما خیلی تشکرات ویژه داریم از همه شما دوستان که ما رو همراهی میکنید. اوصیکم به فوروارد، حتما صدا و سوژه هاتون رو برای ما بفرستید. حالا کار داریم با هم. اینا رو من گفتم، اما شما بدون که مسیر ما به سمت فرداست.